شب تاریک را روشن کن، شب تاریک را روشن کن. عنوان دیگر کتاب ما و شما. انسانهایی هستند که در نیمه های شب تاریک می درخشند. می دانید کیا هستند؟ کسانی که در نیمه های شب سر به سجده گذاشتند و میگن سبحان ربی الاعلا. کسانی که در نیمه های شب با خدا ارتباط برقرار میکنند، چون ستارگان و درخشانی در زمین خدا می درخشند. باور بکنید خانه‌ای که در نیمه های شب الله الله گفته میشه، ملائکه از آسمان اون خانه را بسان یک ستاره روشنی می نگرند. خانه‌ای که در اونجا ذکر، تلاوت قرآن، دعا و نیایش، گریه کردن و ناله کردن و دست بالا کردن و دست تکان دادن به حضور رب العزت و الجلال، اون خانه روشن است، خیلی هم روشنه. ملائکه مثل ستاره درخشان از آسمان و خانه را می نگرند. اما خیلی ها هستند در نیمه های شب تاریک، شب تاریکشون را تاریک تر می سازند. کیا هن؟ کسانی که در نیمه های شب مشغول گناه و معصیت، در اون نیمه های شب که رب العالمین اونا رو می بیند، اونها مشغول گناه و معصیت هن. اون نیمه شبی که پروردگار جهانیان به انتظار توست که دست بالا بکنی و دعا بکنی، تو مشغول گناهی، تو مشغول معصیتی. الله هم نظارگر در نیمه های شب. اگر همون لحظه‌ای که مشغول گناه بودی، العیاذ بالله من ذالک، اسرائیل به سراغ تو فرستاده شد و آخرین شب زندگی تو بود، چه میکنی؟ اگر هنگام گناه و معصیت به حضور خدا رفتی، چه میکنی؟ اگر هنگامی که جام شراب برداشتی، اسرائیل جان تو گرفت، هنگامی که العیاذ بالله مشغول زنا و فحشا و منکرات شدی، اسرائیل به سراغ تو آمد، همون لحظه جان تو به مو وضعیت گرفت، با چی وضعیتی به حضور پروردگار جهانیان میشه تابی؟ اون نیمه های شب بعضی ها فیلم های مستهجن را نگاه میکنن، همه خوابن از طریق اینترنت و فضای مجازی. بله همه خوابن، اما خدا را چه میکنی؟ دید خدا را چطور پنهان میکنی؟ نگاه خدا را چطور پنهان میکنی؟ از همه پنهان کردی، به گوشه رفتی، به جای تاریکی رفتی، اما دید خدا تاریک و روشنایی ندارد، به هر لحظه تو را میبینه. قرآن پاسخ بسیار زیبایی دارد. الله تبارک و تعالی میفرماید افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا به امن هستند از عذاب ما هنگامی که خوابن عذاب ما و سراغشان بیاید؟ جوان جام شراب نوشیده و با حالت مستی خوابش برده، همون لحظه اگر عذاب خدا بیاید چی کسی رو نجات میده؟ همون لحظه. جوانها گاهی برای من میگن در بعضی از مجالس شراب را مثل آب می نوشن. من چی کنم؟ حیا از تعداد رفته و دید خدا را فراموش کرده. درسته شاید کسی شما را نبینه، اما خدا را چی میکنی؟ فردای محشر به حضور پروردگار خود چه جوابی میدی؟ با چی وضعیت به حضور پروردگار جهانیان آمدی؟ با گناه و معصیت. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا زمان او نرسیده که دلهای مؤمنین از ترس خدا نرم بشه؟ هنگامی که گوشیر بر میداره جوان که فیلم مستهجن رو نگاه بکنه، العیاذ بالله من ذالک، عظمت و جلال و شکوه رب العالمین به یادش بیایه، نظر خدا به یادش بیایه، نگاه خدا به یادش بیایه، دست بکش از گناه و معصیت.
به عوض نگاه کردن کلام رب العزت و الجلال را برداره و قرآن عظیم شان را تلاوت بکند؟ آیا زمان او نرسیده به عوض جام شراب قرآن را برداری در نیمه های شب تلاوت بکنی؟ آیا زمان او نرسیده که جوان مسلمان هنگام ارتباط برقرار کردن با دختر نامحرم با خدایش ارتباط برقرار بکند؟ آیا زمان او نرسیده که هنگامی که بر می‌دارد با یک نامحرم تماس بگیرد با رب العزت و الجلال تماس بگیره؟ آیا زمان او نرسیده که زنگ زنی به خدا تا خدا پاسخ تو بده؟ به خدا کردیت نمیخواهد، پول نمیخواهد، ثروت نمیخواهد، دارایی نمیخواهد. یک دفعه بگو در نیمه های شب الله این زبان خدا برای تو داده، رایگان میتوانی به حرکت در بیاوری. الله چقدر لذت بخشه که این جوان در نیمه های شب این گونه ارتباط با خدا برقرار بکند، این گونه با پروردگار جهانیان ارتباط برقرار بکند. عوض ارتباط برقرار کردن با معاصی و گناه با تسبیح و تقدیس خدا مشغول شود، با تسبیح و تقدیس و تحمید پروردگار جهانیان. عوضی که انرژی مصرف میکنه به گناه سر به سجده بگذاره و با خدایش ارتباط برقرار کنه. سبحان ربی الاعلی در اون نیمه های شب ببین که چقدر دلت آرام میشه.